مردم برای ادای نماز عید به مسجد کلانترین تاجیکستان می آیند. این مسجد با سرمایه قطر ساخته شده اول ماه ایون افتتاح شد. در میان نمازگزاران تاجیکستانیان و هم خارجی ها هستند. من بار دوم است که به تاجیکستان به دوشنبه می آیم. باری اول در جشن نوروز آمده بودم. حالا برای مسابقه کشتیگیری آمدم. به این مسجد یکم مرتبه است که می آیم. خیلی زیبا است. موضوع صحبت امام خطیب مسجد از صحبت روحانیان در سالهای گذشته تقریبا فرقی نداشت. سید مطهر اسام‌الدین زاده از عیدگردک کودکان انتقاد کرد و گفت این کار در ذهن نسل نورس طلبندگی را به میان می آورد. تمام مملکت‌های اسلامی که پیشرفته ترین مملکت‌های اسلامی هستند، این عادت‌هایی که ما داریم در آنجا وجود ندارند. نماز عید می‌خوانند، یکدیگر را تبریک می‌کنند، قربانی داشته باشند میروند قربانی‌های خود را انجام می‌دهند، خلاص همه از قفای کار و بار زندگی خودش هست. اما در ما باشد کودک‌ها از سحر تا بیگاه عیدگردکی می‌کنند. این عمل دیگر برای یک ملتی که دارای چنین فرهنگ زیبا و عالی است زیب ندارد. ولی صرف نظر از دعوت‌های روحانیان، کوچه‌های دوشنبه و بسیار منطقه‌های کشور از صبح بر وقت چنین فضا داشت. کودکان و نورسان در دست خلطه به تبریک مردم می‌رفتند و سوغاتی می‌گرفتند. چند سال اخیر در عیدهای رمضان و قربان بحث دسترخوان آرایی مردم دوباره زیاد می شود. مقامات و هم روحانیان از مردم می‌خواهند دسترخوان پر از ناز و نعمت نآرایند و از اسرافکاری خودداری کنند. مشاهده ما در چند منزل ساکنان نشان داد که هر عائله وابسته به توانش دسترخوان آراسته است. در یکی از منزل‌های با حشمت در برابر شیرینی‌ها گوشت مرغ و ماهی گذاشته شده بود، ولی در دسترخوان عائله دیگر اساساً دستپخت زنان و میوه گذاشتند. ساکنان میگویند به قدر توانشان خانه عیدانه تهیه میکنند. اما امکانات خودم استفاده بردم برای همین دسترخوان از معیار زیاد رسخاد نکردم. یعنی هم چیزی که قوت خودم بود همون را استفاده بردم دسترخوان هستم. عید قربان یکی از دو عید مقدس برای مسلمانان است. به فرق از رمضان در این عید هر کس توان دارد چاروای را قربانی میکند. زیارت قبر گذشتگان و عیادت خویش و تبار از سنت‌های دیگر این عید است. مولا رجب یوسفی، امیر اسایف، آزادی، دوشنبه.